سلام و درود فراوان. خیلی خوش اومدید به یکی از مهمترین ویدیوهای کانال تیوب متد. اینجا تیوب متد و ما در خصوص ایده های کسب درآمد دلاری از طریق یوتیوب راجبش باهاتون صحبت میکنیم و آموزش 0 تا 100 نحوه زدن کانال و به درآمد رسوندن ایده های مختلف، چالش ها، قوانین و همه این مسائل رو با هم دیگه اینجا بررسی میکنیم. تیوب متد چیه؟ تیوب متد یک پلتفرم جامعیه که قراره به شما در خصوص نحوه درآمد و کسب درآمد در پلتفرم یوتیوب کمک بکنه، بهتون راجع به تولید محتوا کمک بکنه، بهتون در مورد نقد کردن درآمدتون کمک بکنه و قرار مراقب کانال شما، محتوای شما و خود شما باشه در برابر اتفاقاتی که ممکنه براتون بیفته، مثل استرایک خوردن، مثل اخطارهایی که یوتیوب بهتون میده یا عواقب این چنینی، بحث کپی رایت و مسائلی از این دست. اگر به مسائل این چنینی علاقه دارید و دنبال کسب درآمد از پلتفرم یوتیوب هستید، یکی از بهترین کانال ها رو انتخاب کردید و عرض کنم خدمت شما میتونید اینجا ما رو سابسکرایب بکنید، ویدیوهای ما رو لایک بکنید، زیر ویدیوها کامنت بذارید، سوالی اگر دارید بپرسید، حتما توی ویدیوی بعدی جواب میدم. ما یه گروه تلگرامی هم داریم که اونجا دوره هم جمع هستیم، با هم دیگه صحبت میکنیم راجع به این قضايا و هر روز یک ویدیو در مورد بحث آموزش درآمد از یوتیوب داریم. بریم سراغ عرض کنم خدمت شما بزرگترین کابوس یوتیوبرهای ایرانی یا کانال هایی که به زبان فارسی بر بستر یوتیوب فعالیت میکنن و اون هم چیزی نیست به جز رفع فیلتر یوتیوب. اگر یوتیوب فیلتر بشه یا یوتیوب رفع فیلتر شده باشه چه مشکلی داره؟ ببینید، اساس درآمدزایی یوتیوب به چه طریقیه؟ اول باید اینو بشناسیم. یوتیوب میاد به تولید کنندگان محتوای خودش میگه شما بیاید محتوا تولید بکنید و کسانی که میخوان محصولات یا خدماتشون رو تبلیغ بکنن میتونن بیان به یوتیوب بگن که ما میخوایم تبلیغات ما روی ویدیوهای کانتنت کریئتورها یا تولید کنندگان محتوا پخش بشه. به ازای هر بار نمایش و هر بار کلیک شدن روی لینک یا اون دکمه‌ای که ما داریم ارائه میدیم، انقدر به تو آقای یوتیوب پرداخت میکنیم. یوتیوب میاد میگه که آقای حسینی بیا اینجا، بله شما این تعداد مثلا بازدید ویدیوت بوده، انقدر از این تبلیغ، انقدر از این تبلیغ، انقدر از این تبلیغ، سهم شماست، این خدمت شما، درسته؟ اما اینجا چه مشکلی هست؟ مشکل اینجا اینه که یوتیوب به کاربرانی اون تبلیغات رو نمایش میده که لوکیشنشون در کشورهایی باشه که اون تبلیغ دهنده انتخاب میکنه. برای مثلا فرض کنید یک شرکت کلمبیایی داره تبلیغ یه دستگاه تصفیه هوا میکنه، درسته؟ زمانی که تو یوتیوب میخواد تبلیغ بده، به یوتیوب میگه فقط انگلیسی زبانی که مثلا ساکن کشورهای ایکس و ایگرگ هستن این تبلیغ رو ببینن، یا مثلا برای مثال فقط کسانی که عربی زبانن این تبلیغ رو ببینن. پس در نتیجه شمایی که فارسی دارید کار میکنید، اون تبلیغ روی ویدیوی شما نمایش داده نمیشه و درآمدی از این قسمت نصیب شما نمیشه. دوباره بازم متوجه نشدی؟ ریستر توضیح میدم. زمانی که پلتفرم یوتیوب در کشور ما ایران فیلتر هستش، کاربرانی که میخوان از یوتیوب استفاده بکنن از داخل ایران مجبورن وی پی ان بزنن، مجبورن از وی پی ان استفاده بکنن، همون فیلتر شکن خودمون. این وی پی ان ها میان آی پی لوکیشن شما رو تغییر میدن تا شما بتونید بحث فیلتر رو دور بزنید و به یوتیوب برسید و ویدیوهای یوتیوب رو ببینید. اوکیه؟ پس زمانی که این لوکیشن شما تغییر میکنه، لوکیشن شما دیگه ایران نیست، لوکیشن شما مثلا آلمان یا آمریکاست یا ایتالیاست یا کشورهای از این دسته. پس اگر یک کانال فارسی زبان یک کانتنتی تولید بکنه و اون رو روی یوتیوب قرار بده و یک ایرانی بیاد با فیلتر شکن مثلا لوکیشن فنلاند یا آمریکا یا انگلیس رو انتخاب بکنه و بره این ویدیو رو ببینه، اون کسی که تبلیغ داده و گفته مثلا فنلاندی ها ویدیوی منو ببینن، تبلیغات من رو روی ویدیوها ببینن، یا اونایی که انگلیسی زبانن یا اونایی که مثلا در فلان لوکیشن هستن ببینن، پس در نتیجه این تبلیغ برای این فارسی زبان نمایش داده میشه. دلیل اینکه شما بعضی وقتا روی یه سری از ویدیوها تبلیغ نمیبینید به خاطر اینه که فیلتر شکنتون فیلتر شکن خیلی جالبی نیست، خیلی کامل نمیتونه این پروسه دور زدن فیلتر رو انجام بده و آی پی شما خیلی راحت علیرغم اینکه یه کمی تغییر کرده شناخته میشه توسط پلتفرم یوتیوب و اون تبلیغات رو بهتون نمایش نمیده. دلیل اینکه خیلی از سابسکرایب‌های شما یا بازدیدهای شما یا کامنت‌های شما توی کانال‌های فارسی زبان ثبت نمیشه، خیلی از قسمت مهمش همین بحث فیلتر شکن و کیفیت فیلتر شکنی هستش که دارید استفاده میکنید. چطور بفهمیم یه فیلتر شکن داره خوب برامون کار میکنه؟ خیلی طبیعیه. اگر زمانی که یه ویدیو رو باز میکنید تبلیغی از ابتدا تا انتها روی این ویدیو نبینید،
این یعنی فیلتر شکن شما مشکل داره، حالا یا آی پیش لو رفته، لوکیشنش لو رفته و دیگه اون فیلتر شکن قابل اعتمادی که باید نیست. خب بریم سراغ این نکته که اگر این درآمده بستگی به این داره که کار برای مثلا انگلیسی زبان ببینن، کار برای فلان ببینن، پس اگر یوتیوب رفع فیلتر بشه پس ما دیگه درآمد نداریم دیگه. یه بنده خدایی اومده بود کامنت گذاشته بود که دیر بیدار شدی و حالا که یوتیوب داره رفع فیلتر میشه و فلان. خوب گوش کن، جواب کوبنده‌ای برای امثال توه. پس اگر دیگه رفع فیلتر بشه ما دیگه فیلتر شکن نمیزنیم، درسته؟ خب پس اگر فیلتر شکن نزنیم لوکیشن ما ایرانه، درسته؟ بله. پس به ما تبلیغی نمایش داده نمیشه، درسته؟ بله. خب تموم دیگه، دخل یوتیوبر اومده. نه اینطوری نیست. اتفاقا میتونی از یه دید دیگه بهش نگاه بکنی. سوال خیلی مهمی که اینجا مطرح میشه این هستش که شما زمانی که با فیلتر شکن وارد مثلا یوتیوب میشی و ویدیوها رو میبینی، به نظر خودت یوتیوب نمیتونه تشخیص بده تو آی پی ایرانه یا لوکیشنت ایرانه؟ چرا میتونه تشخیص بده؟ کاری به کارت نداره. حالا به نظر شما پلتفرم یوتیوب انقدر احمقه که با رفع فیلتر یوتیوب در کشور ما ایران بیاد اون میزان درآمد قابل توجه و اون تعداد کاربران ایرانی که تو یوتیوب هستن، اون کانالایی که دارن فعالیت میکنن، این همه محتوایی که هست، محتوای خوبه با کیفیت فارسی زبانی که هست، اینا رو بیخیال بشه و قیدشو بزنه بره با بقیه دنیا کار بکنه؟ نه. زمانی که رفع فیلتر بشه یوتیوب تو کشور ما، اینطوری دیگه این یک پلتفرم غیر قانونی نیست و پلتفرم مجازیه تو کشور ما. دارم دو تا فرضیه رو مطرح میکنم و اگر رفع فیلتر بشه و اگر بخوان رفع فیلتر بکنن، که من نظرم روی اینه که رفع فیلتر نمیکنن، اما اگر رفع فیلتر هم شد نگران نباشید. چرا؟ زمانی که رفع فیلتر شد تعداد آدمایی که میان تو یوتیوب روز به روز در حال افزایشه، درسته؟ خب اون شرکت هایی که دارن تبلیغ میدن، شرکت های ایرانی، کسایی که دارن خدمات میدن، میرن تو آپارات تبلیغ میکنن، تو اینستاگرام تبلیغ میکنن، تو گوگل ادز تبلیغ میکنن، خب تو یوتیوب هم میان تبلیغ میکنن. خیلی اتفاقا براشون بهتر میشه. من چند وقت پیش با یه شرکت معتبری جلسه داشتم، گفت نمیتونی بر بستر یوتیوب ما رو تبلیغ بکنی به دلیل اینکه یه پلتفرم غیر مجازه. این یعنی چی؟ یعنی اگر غیر مجاز نباشه اون شرکت ها میان تبلیغ میدن. خب تموم شد. پس اگه رفع فیلتر هم بشه، شرکت های ایرانی یا شرکت هایی که به ایرانی ها میتونن خدمات بدن، دفاتر مهاجرتی، اون شرکت هایی که دارن کالا میفروشن، همه نوع شرکتی میتونه بیاد این خدمات رو ارائه بده. مگه یه شرکتی که تو آلمانه و داره برای آفریقا مثلا محصول تولید میکنه ربطی داره مگه اینکه تو آفریقا مثلا کسی میبینه فیلتر این خدمات رو میتونه ارسال بکنه؟ بله. پس ویدیوش رو روی ویدیوهایی که آفریقایی زبان‌ها دارن میبینن تبلیغ میکنه، اون تبلیغش رو روی اون ویدیوهای زبان آفریقایی میذاره. پس اگر رفع فیلتر بشه اتفاقی نمیفته، میزان درآمدها به طرز قابل توجهی تغییر خواهد کرد. تازه اگر یوتیوب نیاد از کانتنت کریئتوراش حمایت بکنه، شما از کجا میدونید که یوتیوب بیاد بگه اوکی رفع فیلتر شد، شما دیگه با وی پی ان نمیاین؟ حله آقا جون، شرکت های ایرانی، خدمات دهنده های ایرانی میتونن بیان تبلیغ بدن به من. این یک. دو، این شرکت هایی هم که دارین تبلیغ میکنید میتونید روی ویدیوهای فارسی زبان هم تبلیغتون رو بذارید، هیچ ایرادی نداره، میتونید روی این ویدیوها رو هم تبلیغ بذارید. آقا از کجا داری میگی که زبان فارسی و اون کسایی که دارن توی یوتیوب به زبان فارسی کار میکنن میتونن توی یوتیوب باشن و یوتیوب اصلا به فکر اوناست؟ ببین زیرنویس فارسی رو اضافه کرده، با لوکیشن ایران مشکلی نداره، با زبان فارسی مشکلی نداره و داره کار میکنه. یه قسمت درآمدزاییه که ایران رو نداره که اونم دلایلش مشخصه و موجهه. یوتیوب، اون گوگل یا پلتفرم یوتیوب ایران رو فیلتر کرده، ایران رو به قول معروف تحریم کرده، که اونم حالا اگر ما فیلتر یوتیوب رو برداریم قطعا یه راهکاری هم برای رفع تحریمش پیدا میشه، اونم درست میشه. ولی فعلا شما میتونید لوکیشن کانالتون بزنید رو کشور دیگه کار بکنید دیگه، درسته؟ پس حله. مگه الان یوتیوب نمیدونه لوکیشن کانال من ترکیه نیست؟ مگه الان یوتیوب نمیدونه لوکیشن هزاران کانال ایرانی دیگه ترکیه و آلمان و آمریکا و انگلیس و فلان نیست؟ پس چرا نمیبندتشون؟ چرا ببنده؟ یادتون نره اساس اصلی درآمد یوتیوب ما کانتنت کریئتورها هستیم که براش داریم محتوا تولید میکنیم. اگه ما محتوا تولید نکنیم و کاربرها رو نکشونیم به سمت این پلتفرم، خب شرکت ها دیگه برای چی باید راغب باشن که بیان روی ویدیوها تبلیغ بدن؟ میتونه در ظرف چند سال یه پلتفرم جایگزین بیاد. مگه تیک تاک رقیب اینستاگرام نیست؟ خب اینم میاد یه رقیب براش درست میشه و میاد بالا. نکته بعدی، دلیل این که من فکر میکنم رفع فیلتر نمیشه خیلی مسائله.
خیلی از رسانه هایی که مشکلات سیاسی و مشکلات مذهبی و اصلا اصطلاحاً معاند هستند و مشکل دارن با نظام ایران و با حکومت ایران، خیلی از این رسانه ها پخش زنده 24 ساعته دائمی دارن و حتی بعضیاشون تو این پلتفرم کانال رسمی دارن و دارن برنامه‌هاشون رو پخش میکنن. خب یه لحظه صبر کن ببینم، ما مگه مخالف بحث ماهواره و اینا نبود حکومتمون، کشورمون، مسئولین ما؟ حالا الان ماهواره مجاز نیست، درسته کاری ندارن ولی مجاز نیست، مثل اون موقع بگیر و ببند نداره. پس مگه نیومدن گفتن فضای مجازی رو باید کنترل کنیم، باید نظارت بکنیم؟ خب اگه یوتیوب رو واکنن عملا دیگه چی رو میخوان ببندن؟ دیگه چیزی ندارن که ببندن. اینستاگرام که اونجوری اومدن گفتن آقا رفع فیلتر شده. واتساپ، حالا واتساپو که اصلا کاری نداریم ولی اینستاگرام رفع اوکیه، اینستاگرام دم شما گرم. تو اینستاگرام هم لایو پخش زنده میذارن، بله تعداد ایرانی‌ها اونجا زیاده، بله، ولی یوتیوب یه داستان دیگه ای داره. خیلی از این رسانه‌ها تو یوتیوب فعالیت میکنن. خیلی از این رسانه‌های انگلیسی زبانی هم که بر علیه ما فعالیت میکنن، حالا من نمیگم مخالف نظام یا موافق نظام، من به دید یه کانتنت کریئتور دارم باهات صحبت میکنم. اینها ویدیوهاشون میتونه با زیرنویس پخش بشه، اینا میتونه ویدیوهاشون با در واقع ترجمه شدن پخش بشه، دستیارای هوش مصنوعی بیان این ویدیوها رو ترجمه بکنن. مسئله این نیست که اونا چی میگن، مسئله برداشت مردمه. مثلا یه دونه کانال خبری که مخالف ماست به هر دلیلی میاد میگه فلان انفجاری که فلان جا اتفاق افتاده مثلا کار فلانیه، درسته؟ مردم به این محتوا دسترسی دارن و این محتوا رو میبینن و نمیتونن کامل تحلیل این محتوا رو داشته باشن، در نتیجه یه سوء برداشتایی پیش میاد. نقطه مقابلش هم هست، تو کشور خودمون هم هست. فکر نکنی هی دارم از خارجی‌ها میگم، نه، داخلم هست که خبرگزاری‌های داخلی میان یه خبری رو میدن در حالی که تحلیل کاملی روش نیست، اطلاع رسانی دقیقی روش نیست و ما اشتباه راجع به خارجی‌ها برداشت میکنیم. این از این. قسمت دیگه‌ای که باید بهش توجه بکنید چی هستش؟ این که این همه حجم از تولید کننده محتوای فارسی زبان، اونایی که خارج از ایران هستن، قطعا در صورت بروزی همچین مشکلی سعی میکنن که به ما کمک بکنن، یعنی با یوتیوب ارتباط بگیرن، با گوگل ارتباط بگیرن و این خواهش رو ازشون داشته باشن که آقا کلی آدم، کلی جوان داریم که از این طریق دارن کسب درآمد میکنن و دارن تولید محتوا میکنن. اما نکته قبلی که گفتم رو دوباره اینجا متذکر میشم. اگر پلتفرم یوتیوب رفع فیلتر بشه، خب شرکت‌های ایرانی، کمپانی‌های ایرانی، شرکتایی که به ایرانیان خدمات میدن، وبسایت‌های فروشگاهی که الان به دلیل اینکه مثلا چون ما تحریم هستیم و گوگل برای مثال ویدیوهاشو برای فارسی زبان‌ها نمایش نمیده، تبلیغشو نمایش میده، خب میان اونا تبلیغ میدن دیگه. مثل 100 سال پیش هم نیست که راه خرید و ارسال و دریافت کالا غیر ممکن باشه. این همه سرویس اومده، مگه شرکت‌های خارجی از فروش خدمات به ما بدشون میاد؟ نه، قطعا اینطور نیست. مگر شرکت‌های ایرانی از بزرگترین پلتفرم تبلیغاتی دنیا میتونن غافل بشن؟ نه، قطعا اینطوری نیست. مطمئناً اینا نمیتونن غافل بشن. یکی از بهترین مثال‌هاش هم که به عنوان استخدام میخوام بهتون بگم گوگل ادز. گوگل ادز ما رو تحریم کرده و حساب‌های گوگل ادز که تو ایران فعالیت میکنن رو تحریم کرده. اما آیا مگه شرکت‌های مختلف و خدمات کسب و کارهای مختلف نمیرند از طریق گوگل ادز تبلیغ بکنن و مگه پول پرداخت نمیکنن و مگه شرکت‌هایی نیستن تو ایران که درآمدشون از این راهه؟ پس در نتیجه اینم یه چیزی مثل اونه. در هر صورت رفع فیلتر یوتیوب تا الان بارها مطرح شده و هیچ اقدام جدی در موردش نشده. اگر بتوانه هزار یه زمانی هم رفع فیلتر شد، اصلا نگران نباشید، شما به تولید محتواتون ادامه بدید. یه سوال مهمی که اینجا مطرح میشه این هستش که اگر من به زبان انگلیسی تولید محتوا بکنم آیا این قضیه هم شامل حال من میشه؟ نه، چون مخاطبین شما در کشورهایی هستن که دیدن یوتیوب و اصلا پلتفرم یوتیوب براشون تحریم نیست و میتونن ببینن و انگلیسی زبانن، هیچ مشکلی نداره. پس یکی از راههای آلترناتیو اینه که شما به زبان انگلیسی محتوا تولید بکنید. اونایی که توی ایرانن و تولید محتوا به زبان انگلیسی میکنن نگران این قضیه نباشن. این ویدیو مختص اون کسایی هستش که دغدغه دارن در خصوص رفع فیلتر یوتیوب. نظر شخصی من به عنوانی که 2-3 سالی هست دارم توی یوتیوب فعالیت میکنم این هستش که خیلی از این خبرها گاهن اومده. من بعید میدونم که این اتفاق بیفته، اما اینجا کشور عجایب هزارگان است. اگر یه زمانی هم اتفاق افتاد اصلا نگران نباشید، با عزم راسخ به راهتون ادامه بدید. یه اصطلاح فارسی زبان طوری داریم میگه بالاخره یه جونی میشه. نگران نباش، توکلت به اون بالایی باشه و عزمتو جذب کن. بی نهایت ممنونم از اینکه تا انتهای ویدیو همراه من بودید.
کانال تیوب متد رو حتما سابسکرایب بکنید، ما رو دنبال بکنید، ویدیوامون رو لایک بکنید، ویدیوهای ما رو برای عزیزانی که دوست دارن در زمینه تولید محتوا و کسب درآمد دلاری از بستر یوتیوب فعالیت بکنن حتما ارسال بکنید. تو گروه تلگراممون هم جوین بشین. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدارت.